درود بیننده های عزیز و خصوصان هایی که پیوسته نوارهای ما را پیگیری میکنند. من پیش از آن تشکر میگم با یکی شما که با ما هستید، ما را همراهی میکنید و به نوارهای ما نیز توجه دارید. امروز میخواستم چند اندیشه را بیان کرده باشم و از یکی شما تقاضا میکنم که این نکته ها را اگر خواستید به خاطر بسپارید. به خاطر بسپاریم که ما از یک جای به بعد دیگر بزرگ نمیشویم، پیر میشویم. از یک جای به بعد ما دیگر خسته نمیشویم، میبوریم. از یک جای به بعد ما دیگر تکراری نیستیم، زیادی هستیم. از یک جای به بعد ما دیگر ناراحت نمیشویم، بی‌تفاوت میشویم. از یک جای به بعد ما دیگر خوشحال نمیشویم، به احساس میشویم. آن یک جا، آن یک نقطه در هر انسانی با انسان دیگر کاملا متفاوت است. آن نقطه را بشناسیم در خودمان، در همسایه‌مان، در همسرمان، در همسر خود، در همسفر خود، در همسفره خود بشناسیم. آن یک نقطه از ظرفیت در من با تو و با هر انسان دیگری متفاوت است. ما از یک جایی به بعد یا دیگر پایی برای رفتن نداریم، یا دیگر جایی برای رفتن نداریم، یا دیگر دلی رفتن را نداریم. تا زمانی که جایی برای رفتن دارید، تا زمانی که پایی برای رفتن دارید و تا زمانی که دلی رفتن را دارید، بسم الله بگویید و حرکت کنید. باقی خدا نگهدارتان باشد.